بعد از انفجاری که در بندرعباس اتفاق افتاده، مقامات جمهوری اسلامی سکوت اختیار کردند. من از چت جی پی تی خواستم چند تا سناریو به ما بگه در این مورد که چه کسی ممکنه پشت این خرابکاری باشه. میگه جمهوری اسلامی وقتی یه آدامس اسرائیلی تو خیابون پیدا میشه داد و هوار میکنه، وقتی بندرعباس میترکه میگه در حال بررسی هستیم، لطفاً مزاحم نشید. دوباره میگه یه سری میگن انفجار کار اسرائیله، یه سری هم میگن خودمون بودیم. من میگم کار همون موشکه بوده، طاقت نیاورده ترکیده. در آخرین موردم گفته فقط تو ایران ممکنه انبار سوخت موشک‌های بالستیک بترکه، بعد تیتر اخبار بشه اوضاع تحت کنترل کامل است. روی شواهد میشه فهمید که چه کسی پشت این کار بوده. امریکا نمیتونه بوده باشه. دلیل اولش این است که اگر رئیس جمهوری آمریکا یا CIA تصمیم بگیرن یک عملیات کوورت یا عملیات سری انجام بدن، اجازه کنگره رو احتیاج دارن. فقط یک کشور دیگه هست که تو ایران میتونه عملیات اینجوری انجام بده و بارها هم ثابت کرده که میتونه در خاک جمهوری اسلامی فعالیت بکنه. اون کشور اگر میخواست میتونست این محموله سوخت موشک‌های بالستیک رو میدونستن از چین راه افتاده، هر جایی تو راه میتونستن بزننش. گذاشتن بیاد توی بندرعباس، گذاشتن خالی بکنن، هر دوتا کانتینر رو کامل خالی کردن و توی خاک جمهوری اسلامی این انفجار رخ داده است برای اینکه یک سیگنال خیلی مشخص بفرسته، مخصوصا در حالی که دولت ترامپ در حال مذاکره با جمهوری اسلامی است. یک سیگنال مشخص به جمهوری اسلامی بفرسته شما وقتی نمیتونید سوخت موشک‌های بالستیک خودتون رو تامین بکنید و نمیتونید امنیتش رو تامین کنید، بهتره دست از این برنامه وردارید یا اینکه تبعاتش رو بپذیرید. همین که جمهوری اسلامی فعلا سکوت کرده و این اتفاق درست در زمانی میفته که جمهوری اسلامی و دولت ترامپ در حال مذاکره هستن، این خودش نشان دهنده این است که کدوم دولتی پشت این کار هست و کدوم کشوری پشت این کار هست.